خانم ببخشید من عکاس خیابونی ام. ای واقعا؟ بله گم شو من میخوام از خیابون عکس بگیرم. کیکش تازه است، از کجا خریدین؟ اون دختری که بود باش راه میرفتی؟ حساس نش عزیزم، جزی از خانواده‌ام. آها، یعنی خواهرت بود. نه زنم بود. هیچ وقت به پسری که روز تولدش به دنیا اومده اعتماد نکن. بابا میگم این همه ساله چرا یه بار منو نبردی باغ وحش؟ خیلی دوست دارم ببرمت، میترسم دیگه نذارم بیارم.